به چنل وب مسترز خیلی خوش اومدین. من فاطمه و قراره توی این آموزش باهاتون همراه باشم. توی ویدئوی قبل با هم یاد گرفتیم که چطور دیتا تایپ پروداکت رو تعریف کنیم و همچنین یه سری موارد رو داخل جدولمون وارد کردیم. توی این آموزش با هم قراره که پاپ اپ پروداکت رو بسازیم و ست استیتش رو انجام بدیم. بریم با هم آموزش رو داشته باشیم. قبل از اینکه برم سراغ آموزش ممنون میشم چنلمون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگر ویدیوهای گذشته رو ندیدید حتما برگردید و اونها رو تماشا کنید تا هم بتونید از آموزش‌ها درک بهتری داشته باشید، هم اینکه از نکته و مطالب جا نمونید. خب بریم سراغ آموزش. همونطور که میبینید من توی قسمت قبلی یه سری موارد رو وارد کردم توی تیبلم، ولی خب همونجا هم بهتون گفتم که عرض ستون‌ها درست نیست و باید اصلاح بشه. بریم از این سمت ارزش رو اصلاح کنیم. ستونم رو انتخاب میکنم، میرم توی بخش لی‌اوت و ارزش رو میذارم روی حالت فیکس. یه ارزی حدود فکر میکنم 50 پیکسل براش کفایت کنه، چون صرفا یه آیکونه داخلش. بخش تاریخمون فکر میکنم یه ارزی حدود 80 پیکسل اوکی باشه براش. البته که این متنش دچار مشکل میشه، پس میذارمش روی حالت 100 پیکسل اوکیه. ستون موجودیامون ستون پرایس میذارمش روی خب قطعا ستون دیسکریپشن نیاز داره که عرض بیشتری نسبت به بقیه داشته باشه، چون یه سری توضیحات داره. پس من رو همین حالت میذارمش. میام برای نیمم یک عرض فیکس تعریف میکنم تا بقیه فضای باقی مونده به دیسکریپشن هم تعلق بگیره. خب اینم از این. بریم سراغ طراحی پاپ اپ پروداکتمون. میام از این بخش گزینه پاپ اپ رو انتخاب میکنم و یه پاپ اپ اضافه میکنم. توی این پاپ اپ ما قراره که پروداکت جدید بسازیم، پروداکت ادیت کنیم، یا مثلا وقتی که میخوام یه سری دیتیل بیشتری راجع به پروداکتمون بدونیم، مثلا روی محصول کلیک کنیم داخل جدول، این صفحه باز بشه و ما اطلاعات اون پروداکتمون رو بیشتر ببینیم. اسم پاپ اپم رو خب قطعا میذارم پروداکت و میذارمش روی حالت ستونی هم باشه. ارزش رو میذارم روی 576. یه ارز مناسبیه برای این مورد و همه پدینگ ها رو هم میذارم روی 32. خب میام چک میکنم توی بخش اپریانسش ببینم که بوردرش روی چه عددیه. روی 8. بوردر مربوط به این گوشه هاست. خب پس میخوام که یه مقدار بیشتر باشه، میذارمش روی 12. رنگ هم که اوکی هستش. این از این. خب بریم سراغ تایپ آف کانتنتش. طبیعتا چون میخوایم محصول جدید بسازیم و این پاپ اپ محصوله، میذاریمش روی حالت پروداکت. میریم یه دونه تکست میذاریم برای هدر پاپ اپمون. میذارمش وسط و استایلش رو میذارم روی هدینگ 6. خب چک میکنم که فیت فیکس تو کانتنت باشه و این موارد رو هم 0 میذارم. خب من نیاز دارم که این گوشه یه دونه آیکون داشته باشم برای بستن پاپ اپ. هم نیاز به یه آیکون ضربدر دارم. خب پس از بخش آیکون ها یه دونه اضافه میکنم. این رو میذارمش رو همین حالت. میخوام این دوتا رو با هم یه گروهشون بکنم برای اینکه بخوام بذارمش این گوشه، چون میدونید که الان پاپ اپمون رو حالت ستونیه و این موارد به حالت ستونی زیر هم قرار گرفتن. میخوام تو حالت الاین تو پرنت بذارمش. خب میبینید که به این حالت در اومد.
خب اینا رو با هم یه گروه کردیم. ببینید حتما این گروهی که شامل این موارده باید عرض کل پاپ آپ من رو بگیره. پس اگر گزینه فیکسش فعال بود و به این حالت بود، حتما گزینه فیکس رو برمیداریم و اینجا میایم تعریف میکنیم که من میخوام آیکونم دقیقاً گوشه بالا سمت راست گروه هم باشه، پس این مورد رو انتخاب میکنم و متنم میخوام همین جایی که هست باشه. حالا نگاه کنید الان توی مرکز میتونید بذارید پایین، بالاتر، که البته بالا باشه خب تو یک ردیف هم و بهتره. خب میخوام یه دونه تکست دیگه هم اینجا اضافه کنم و حالت یه جمله بنویسم برای ساخت محصول. خب تکستم رو میذارم رو حالت وسط، فیت ویدز و فیت های رو هم فعال باشه حتما. خب این یه فاصله اینجا داره، میخوام این از بین بره. همونطور میبینین این گروه هم یه مقدار ارتفاع مینیمم داره، من این ارتفاعش رو برمیدارم، این رو هم برمیدارم. خب حالا اینا یه مقدار اوکی تر شدن. خب من حالا میخوام توی پاپ آپ هم یه چیزی حالت تب درست کنم که میخوام 2 تا تب داشته باشیم. یکی مثلا ویژگی های محصول باشه، یکی مثلا دیسکریپشن توضیحاتش باشه. پس نیاز دارم که 2 تا تب اونجا بسازم. میام از تکست استفاده میکنم. اینجا یه دونه تکست میذارمش دیسکریپشن و این تکست قراره که کلیکبل باشه، ما بعدا بتونیم کلیکش کنیم. وقتی توی پاپ آپمون کلیک کنیم مثلا روی تب دیسکریپشن، پایین دیسکریپشن و توضیحاتش بیاد. وقتی کلیک کنیم روی فیچرز، ویژگی ها و این موارد محصول برامون نمایش داده باشه، که حالا این یه چیز دل بخواهیه که شما میتونید توی پاپ آپتون اصلا این مورد رو هم اضافه نکنید. ولی خب من الان به خاطر اینکه حالا UI بهتری داشته باشیم میخوام این مورد رو براتون طراحی کنم و این موارد رو هم با هم یاد بگیریم. خب به خاطر اینکه میخوام شکل یک دکمه رو هم برام داشته باشه، میام یکم حالا خوشگلش میکنم. فعلا زمینش میخوام سفید باشه، پس این قسمت میام رنگ سفید رو انتخاب میکنم. رنگ خودش هم این مورد اوکیه. میخوام بوردر داشته باشه، بوردر 8 رو بهش میدم. اینم از این. میام همینو کپی میکنم، پیست میکنم و این رو میذارم فیچرز. خب حالا به خاطر اینکه کنار هم توی یک ردیف تب ها قرار بگیرن، میام با هم گروهشون میکنم، انتخابشون میکنم و رو کانتینر رو انتخاب میکنم، چون میخوام توی یک ردیف کنار هم قرار بگیرن و نمیخوام حالت ستونی یا موارد دیگه باشه و یک فاصله هم میخوام بینشون باشه اینجا. پس میام توی گروه هم بخش لیاوت، از این بخش یه فاصله رو بینشون میذارم. همونطور که میبینید یک فاصله بینشون ایجاد شد. خب حالا برای اینکه وقتی که روی تب‌ها کلیک کردیم اون موارد رو نمایش بده چیکار کنیم؟ من الان 2 تا تب دارم، یکی دیسکریپشن و فیچرز. ما میایم اینجا توی بابل از ست استیت استفاده میکنیم و استیت تعریف میکنیم برای پاپ آپمون. وقتی که ما استیت تعریف میکنیم، بعدش میایم از شرط استفاده میکنیم و شرط میذاریم که اگر استیتمون برابر با دیسکریپشن بود، دیسکریپشن رو نمایش بده. اما وقتی که مثلا برابر بود با فیچرز رو نمایش بده. و میتونید خیلی موارد دیگه ای رو بذارید. مثلا وقتی که استیت برابر با فیچرز بود، مثال میذارم رنگ حالا مثلا تکست فیچرز هم تغییر بکنه و اینها. اینجاست که خب ست استیت خیلی کمکمون میکنه و به دردمون میخوره. پس بریم با هم طراحیش کنیم. من پاپ آپم رو انتخاب میکنم، از اینجا روی این گزینه آی کلیک میکنم که مخفف اینسپکتور هستش.
میام اینجا از add a new custom state انتخابش میکنم، یه استیت جدید میخوام تعریف بکنم و اسم استیتم رو میذارم پروداکت. نوع استیت تایپ هم رو چی میذارم؟ من میخوام بر اساس مثلا تکست تغییر بکنه. مثلا اگه تکست برابر با فیچرز بود، اگر تکست برابر بود با دیسکریپشن. حالا مثلا شما ببینید بر اساس موارد زیادی میتونید حتی مثلا بر اساس ایمیج، فایل و اینها استیتاتون رو تعریف بکنید که من حالا بر اساس تکست تعریفش کردم. میتونید یه دیفالت ولیو هم براش بذارید، یعنی وقتی یه پاپ باز کرد رو حالت دیفالت روی کدومش باشه، که حالا من فعلا با دیفالتش کاری ندارم. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام اینو تعریف کنم که وقتی که روی فیچرز کلیک شد استیت برابر بشه با فیچرز، وقتی که روی دیسکریپشن کلیک شد استیت برابر باشه، وقتی که روی دیسکریپشن کلیک شد استیت برابر باشه با دیسکریپشن. پس میام انتخابش میکنم و میرم روی بخش ورک فلوش پس میام انتخابش میکنم و میرم روی ورک فلوش. اینجا خب میخوام یک دونه ست استیت براش تعریف کنم، پس درش میکنم ست استیت. خب گفته که المنتش رو انتخاب کن، طبیعتا پاپ آپ رو انتخاب میکنم چون استیت های پاپ آپ قراره تغییر بکنه. پس از بخش کاستوم استیتی که از قبل تعریف کردم و اسمش رو گذاشتم پروداکت انتخاب میکنم و ولیوش رو برابر میذارم با فیچرز. حواستون باشه که لطفاً تکست فیچرز رو انتخاب نکنید و صرفاً بنویسید فیچرز. خب این از این. برمیگردم همین کار رو برای دیسکریپشن انجام میدم. میرم توی بخش ورکفلوهاش، ست استیت رو سرچ میکنم، المنتش رو پاپ آپ انتخاب میکنم و کاستوم استیتش رو پروداکت و ولیوش رو هم میذارم روی دیسکریپشن. خب اینم از این. برگردیم به صفحه اصلیمون و پاپ آپمون. خب حالا نوبت این رسیده که بریم یک سری شرط ها رو تعریف کنیم برای تب هامون که وقتی که کلیک شدن رنگشون تغییر کنه تا متوجه بشیم کدوم تب کلیک شده. پس بریم با هم انجامش بدیم. من اول کلیک میکنم، یکی از تب هام رو وارد بخش کاندیشنال میشم و define another condition یک شرط جدید براش تعریف میکنم. میخوام بگم که وقتی که استیت پروداکت هم برابر با فیچرز بود رنگ این آیکونم، رنگ این تکست هم تغییر کنه. پس میام اول انتخاب میکنم پاپ آپم رو و میگم که پاپ آپ پروداکت که از بخش کاستوم استیت انتخابش میکنم. یه وقت با بخش دیتا سورس اشتباهش نگیرید. استیتش رو انتخاب میکنم is برابر بود با و حالا تایپ میکنم فیچرز. خب وقتی که برابر با فیچرز بود حالا رنگ هاش رو تغییر بده. یکی بک‌گراند کالرش رو میخوام تغییر بدم، یکی فونت کالرش. خب دقیقا میخوام رنگ ها بالعکس بشه. پس اینجا بک‌گراندم رو مشکی انتخاب میکنم و متنم رو سفید. اینم از این شرطم رو کپی میکنم و دقیقا برای دیسکریپشن هم پیستش میکنم. فقط اینجا باید متنش رو تغییر بدم که متنش باشه دیسکریپشن. خب اینم از شرطایی که برای استیتمون تعریف کردیم. بریم سراغ ورک فلوی این آیکونمون. میخوایم که وقتی که کلیک شد پاپ آپمون بسته بشه، پس میرم سراغ ورک فلوش و از این بخش میخوام که وقتی که این آیکون کلیک شد پاپ آپم هاید بشه. پس از هایدن المنت استفاده میکنم. المنتم رو پاپ آپم انتخاب میکنم و با کلیک کردنش پاپ آپم هاید میشه. خب اینجا یه دونه دکمه نیو پروداکت داریم که ما میخوایم وقتی که این دکمه کلیک شد خب پاپ آپمون باز بشه برای ساخت پروداکت جدید. پس میام براش ورک فلو تعیین میکنم و از گزینه شو اند المنت استفاده میکنم. دوباره پاپ آپم رو انتخاب میکنم و با کلیک کردنش پاپ آپ به نمایش در میاد. خب اینجا هم اسم گروهی که تب هامو توش گذاشتم اون موقع یادم رفت تغییر بدم. پس من اسمش رو تغییر میدم و اسمش رو میذارم تب، چون علاوه بر این خب ممکن بود که با گروه پروداکتم اشتباه گرفته بشه. خب بریم با هم ببینیم که نتیجه کار چی شده.
خب همونطور که میبینید من توی جلسه قبل به صورت دستی یک دونه محصول تعریف کردم توی دیتابیس و همون رو توی جدول اینجا بهمون نمایش داده. دکمه نیو پروداکتم رو کلیک میکنم، پاپ اپم باز میشه. با انتخاب کردن فیچرز و دیسکریپشن رنگ‌هاش تغییر پیدا میکنه و تب‌هاش باز میشه. یه مقدار بعد توی بخش یو آی فاصله این موارد رو با هم بیشتر کنیم و اوکیش کنیم. اینجا هم با کلیک کردن آیکون کلوز پاپ اپم هاید میشه و بسته میشه. خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. برای امروز کافیه. توی ویدیوهای بعدی که چهارشنبه بارگذاری میشه پاپ اپمون رو تکمیل میکنیم و همچنین بخش پرایوسی رولز دیتابیسمون رو یاد میگیریم. حتما یادتون نره که چنلمون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید حتما برامون بنویسید تا ما بتونیم توی آموزش‌های بعدی ارائه بهتری رو براتون داشته باشیم.